نامبینانی عزیز. اینک پیشکش شما برنامه عشق از گوداکی اول. البته امروز نمایش سلسله فیلم ها با انعنه در آمده است. ما نیز کوشش نمودیم که برنامه عشق از گوداکی اول قسم 2 را پیشکش شما نماییم. برنامه امروزه ما از برنامه که یک سال قبل منظور شما نموده بودیم کلاً فرق دارد. یعنی در برنامه امروزه اول گلدختران را به استودیو دعوت نمودیم. اشتراکچیان امروزه ما نفرانی می باشند که تنها از یک گوداک عاشق شدند. ما توسط برنامه خویش آنها را به یکدیگر روبرو می‌سازیم. بعد از روبرو شدن آنها با سوالی با یکدیگر مراجعت می‌نمایند. بعد از سوال و جواب آنها خلاصه می‌برند که اولیدار می‌شوند یا نه. اینک گلدختران را به شما شناس می‌نماییم. اشتراکچی تحت رقم 1 قاشسیاهی مژگان دراز. سال تولدش 1991. زاده ولایت سوخت. برج ستاره‌اش همدونه. میوه دوست داشته‌اش بنانا. خوراک دوست داشته‌اش شوربا از گوشت بدنه. شغل پسندیده‌اش بازی با کودکان یعنی نشستن در چنه. اشتراکچی تحت رقم 2 اسمخان و سرمگل. سال تولدش 1993. زاده شهر دوشنبه. برج ستاره‌اش کالتاکلوس. میوه دوست داشته‌اش گلاس. خوراک دوست داشته‌اش یخماس. شغل پسندش باشد نمایش سر و لباس. اشتراکی تحت رقم 3 کوکلو و زلفیه. سال تولدش 1994. زاده ولایت ختلان. برج ستاره‌اش میزان. میوه دوست داشته‌اش ملمنجان. خوراکی دوست داشته‌اش گوش بریان. شغل پسندیده‌اش صحبت با تلفن. شیفا جان اشتراکچی تحت رقم 4 بله. قدم سلامت شای و پرپیما. سال تولدش 1991. زاده ولایت بدخشان. برج ستاره‌اش هوت. میوه دوست داشته‌اش توت. خوراک دوست داشته‌اش شیرچای با چای کبود. شغل پسندش باشد از شکر تیار نمودن قرود. شیفا جان بیا میگذاریم به قسم اولی برنامه. کدام قسم؟ یعنی سوال و جواب با اشتراکچیان. سوال با اشتراکچی تحت رقم 1 اگر مخفی نباشد در یک روز چند مرتبه زنگ میزنند؟ یگام بار زنگ زدگیش نه، دائم خودم زنگ میزنم. برای چی او به شما زنگ نمیزند؟ ندانم. دانشگاه اگراریمی، آموزگاریمی، صاحبکاریمی میخواندگیست یا؟ باوری دارید که با او اولیدار میشوید؟ دائما در تلفن میخندد. از گپزنیش ساده ثانی گرزیت کرده میگیرم یا؟ خیلی خوب. سوال با اشتراکچی تحت رقم 2 شما چگونه شناس شدید؟ چند نامر در گوداک دادم همیش سمدار در زنگم زد. بعد از اولیدار شدن شوهرتون رو دوست می‌دارید یا اینکه پول رو؟ البته شوهرم رو با شرطی که پول داشته باشه. روادو بعد از واخوری چهرش به شما پسند نآید چی؟ هیچ گپ نیست. خر باشه توقی بسیار. سوال با اشتراکچی تحت رقم 1 چنان که میدونیم نامه‌نویسی طریق SMS شده است. شما بیشتر با او SMS می‌نویسید یا که او با شما؟ البته من اگر مخفی نباشد در SMS هایتون چی می‌نویسید؟ همیشه یک خیل. چه خیر؟ مشتری زنگ شما را انتظار است. سخنان شما کم شبهه‌ناک می‌نماید. از یگان چی می‌هراسید؟ اکای برنده نمیدونم او وامپیرای چی ایدایی میگه که جگر تا بخورم. خیلی خوب. سوال با اشتراکچی تحت رقم 4 شما چگونه شناس شده اید؟ گفتم به یک شناسم زنگ میزنم که یک ناشناسه برگشت. گفتم تو چهارشنبه گفت نه. گفتم تو پنجشنبه گفت نه. گفتم تو خود جمعه گفت نه. گفتم تو خود تو کی میشوی؟ گفت من یک شنبه. گفتم تو در کجایی؟ گفت من در دوشنبه. کی در واخوری میایی؟ گفتم که روز سه شنبه. کدام سخنهایش به شما عجیب می نماید؟
همی باور کن اکا جان همه از خانهایش بر من عجایب است، لیکن یکون باری که زنگم زده بود گفت تا از کجا می شوی؟ گفتم من از ناحیه های مرغاب. همیشه زنگم میزنه ها مرغابی چه خیلی میگه. خیلی خوب. رواد و بعد از واخوری چهرش به شما پسند ای نآید چی؟ اکا جان این باری اول نیست. سیمکارت خیش رو عوض میکنم، او رو کنکریت نکی داد. با فکرم تماشا بینانی ما خیلی اشتراکچی ما خیلی پزما شدن. بله. خیلی خوب. اینک پسران یعنی شوهر شونده ها رو به استودیو دعوت میکنیم. اشتراکچی تحت رقم 1 اشانقل محمد قل سال تولدش 1990 زاده ولایت سوق برج ستارش قشقلداق میوه دوست داشتش زردالوی قاق خوراکی دوست داشتش قیماق با نان قاق شغلی پسندش باشد پدبانی در ایلاق. عجایب شایف یکشنبه سال تولدش 1984 زاده ولایت بدخشان برج ستارهش اسبی در زنجیر میوه دوست داشتش انجیر خوراکی دوست داشتش شیرفتیر شغل پسندیدش تماشای ادیر. مرحمت اشتراکچانی تحت رقم 1 میتوانید به دیگر سوال جواب کنید. شما گفتگی برین بوتون از پشت خودتون اگین برین ماندگی می؟ چی زبر؟ فقط زنگ میزنن بوتون میبردورن. شما اکا اوکا اپا خورتون نیست می؟ Между прочим, ما خانمون با یک دختر. ای بوش با مرام وزی خونه داماد میشم گویه؟ ما خودمون خانمون با کیوردی را بر بویم گفتن که اگر دامادی نغز یابیم خانه و یا کوچی را میرویم. زه؟ وای خونم سوخت. مرحمت شما رو نزد یکدیگر میخونیم. شما راضی هستید به دیگر اویله‌دار شوید؟ وزی یک تا شرقت فهموندتی هم چی؟ جونکم بشی خاموش گپی مرا گیر به گوش از همین روز عبارت مرا نمو فراموش. شما یه روید اینا نوبت رو با اشتراکچیان تحت رقم 2 میده. مرحمت دویم در تلفن میگفتی نغز بینیم بعد ای بخوری معلوم میشد. امروز وا خورده معلوم شدم یا نه؟ راست بگم نه. برادر باز یگان گفتنی دارید؟ هم یک شعر ایجاد کردگیم اگر میگفتم خیلی خوب میشی. مرحمت مرا گیر جان شیرین مرا گیر جان شیرین می خرمد لیموزین بعد ای توی ما خو میریم تو در کت و ما در زمین. شما رو به نزد یکدیگر میخونیم. اکای برندم قپشایمانی هستم که او گپی که در شهرش خواهم در خونه من تا خور رفتن میگیرم. یک نوبت رو با اشتراکچیان تحت رقم 3 میده. مرحمت اکای بارنده یک دقیقه. ای چیکار میکنه؟ تو چیکار میکنه؟ برای شرمنده کرده؟ او جشخال داشته خیالی پشه کردم. ای وای دستوی دلخال است تو من پدودید کرده. تو بیدرکترین آدم بدستی بشین در جویا. همین نامتان چی بود؟ نامی ما جولایف بوران برفکویچ. همین نام اختا؟ ای؟ بوران نامی اوتامای جولان نامی خدا برفک نامی بابو. عجایب عجایب. ای عجایبی شد با در پیشه دادرم شمالم داره اکم توفان. ها در آفتهای طبیعی زدم بگو. تو زلفیه ای؟ من زلفیه. تو انیق زلفیه ای؟ انیق زلفیه کنکره نه زلفیه ای؟ کنکره نه که زلفیه می؟ چی بقى بیزه بی؟ دوگانه جان افت خود شبی با ویبرات سرح میگرده با مرا بیزه میگه. بخواب امی ویبرات نگاه کنه خیلی نگاه کنه. گوش که اگر که خودم بیزه بام باشی کو نکی چهرت شیرین های شیطان با خاطر تو کو ما شب خواب نکده روز خواب نکده شعر ایجاد کردم. شیطان در خیلی بشنویم چی؟ بخوانم دخترم میگیرم برای تو میمیرم
اگر من را بگیری جگرتا میخورم. اپای برنده نگفته بودم که وامپیر است. دیدی با همو گپ شد تکرار کس. هیچ گم نه، شما رو به نزد یکدیگر میخونه. برام مرا که جگر همه میرم بله. شما راضی هستید با یکدیگر آیله دار شوید؟ راست بگم اپای برنده من راضی نیستم، لیکن همین چهره شیرینه به خاطر هم میگیرمش. شما چی خانم زیبا؟ آخی راستی گپ. آخی من تماشای فیلم های اوجاستی میترسم. نه میگیرم. ما میگیرم توی دبیر. ما میگیرم توی دبیر. خیلی خوب، نوبت به اشتراکچانی تحت رقم 4. سلام علیکم. و علیکم برسلو. او جان تو به من زنگ زدی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه کراچه ویس ندیل را پرسیدی اونا که بدن؟ ایمی جان او پروف شینوز. ای چه خیلی شنوز مرا رشکم خیز دولین و 220 زد گفتم همه چرا تلفن همه کلقوبه بزنم در همه فرق در همه غره شود. اینقدر تو بدقهری؟ من بسیار بدخرام من پیوش پداگوگ میگن تو. چی من برای تو یگان گیروشه بودم که تو مرا میزنی؟ بله بس کرده بس. من همه به تو یک سوال میتیم. گوش کن. اگر من سوال مرا جواب داده به شرطی با من فکر اویله دور را میکنم. اما وقتی اردیمون اویله دور شده به شرطی تو راضی هستی با من شب تا روز، روز تا شب بزستنو که تو کمپیری فرسوده شدنت کار کنی در پولیس. تو قوت دارم کار میکنم لیکن در پولیس. بسیار خوب بسیار. این سه امثله غیر استانداردی من یک شعری خوندن خیالشون که به مقصدشون میرسن لیکن نرسیدن. من لیکن کنکریت مردک. من پدرم شکارچه میگوید من شکارم برور میگیرد که خیز از جویت بخیز. من همه برای تو یک شعر ایجاد کردم. گوش دارم. عزیزم من برات گستینچه سوزم. اگر بیمار شوی بلنیچه سوزن تو را گیرم با این قامت بلنده برای بوسه کردن لیستیچه سوزن. شما رو به نزد یکدیگر میخونه. اینجا بیا اینجا بیا. اینجا بیا. برود به لیست سنم در کار نیست. شما راضی هستید با یکدیگر اویله دار شوید؟ حالا به سراسی من نشو. کو یک چرخ بزن. ابراد چرخ بزن. دختر خشوع چرخ بزنی چرا ندیدم. ای بسوزم نفهم تو زن میگریون که وینتیلاتور. تو چه ایجاد میکنه؟ من زن میگیرم با وینتیلاتور داشته باشد. من میشم وینتیلاتور دارم. تو وینتیلاتور بسیار زیبا. شوشی. بازم کاج توجی. تماشابینان عزیز برنامه ما به شما پسند آمد؟ دولتمند چنانه که شاهد شدیم تلفن موبیلی نه همه وقت فایده آور بوده است. الان خصوص فکر میکنم برای دانشجویان این ضرری خالی است. بله شفا جان بیا ما چون اشتراکچیان خیش برنامه را با شعر جان بست کنیم. گوش کنید ای عزیزان شیناس نشید با تلفن تا که بعد واخری باز نشوید پشیمان. نه نمای جستجو با تلفن زن یا کشو پیش از همه بخوانید چون که هستید دانشجو. تماشابینان عزیز برنامه نوبتی عشق از گداک اول در بازی های فینالی تماشا خواهیم کرد. تا برنامه آینده خدا حافظ. خدا حافظ.